سلام و وقت بخیر بینندگان عزیز و خوب و نازنین. امیدوار هستم که در هر نقطه از دنیا که هستین خوب و سلامت و صحتمند باشین. من میرویس احمدی هستم از کانال افغانستان مجازی یا ورچوال افغانستان. خب دوستای عزیز، ما آمدیم امروز از یک کتابخانه سر بزنیم واقع در دشت برچه کابل است که در این کتابخانه شما میبینین که چیزای بسیار عالی، کتاب‌های پرفروش و هر نوع کتاب در اینجا پیدا میشه. در قدم نخست ما بریم که با مسئول کتابخانه صحبت کنیم که در این کتابخانه کتاب‌ها چیزهای جدید داره برای ما. سلام علیکم برادر. سلام خدمت شما. خوب هستین؟ خوبین؟ سلامت بخیرین؟ صحت شما خوب است؟ سلامت بخیر باشین. یک معرفی کوتاه از خود اگر نمایید. زکی احمدی هستم، مدیر مسئول نمایشگاه دائمی و فروشگاه کتاب اقرا. کتابخانه اقرا، زکی جان احمدی. دیگه خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشین. شما مدیر مسئول کتابخانه هستین؟ بله. خب در اینجا کتابخانه بسیار بزرگی است که ما اومدیم امروز دیدن کردیم از اینجا. یک سوژه خوب برای ما همچنان بود. خب بیشتر مراجعین شما از کدام طبقه است؟ چطور است این روزا کسایی که کتاب مطالعه میکنه در اینجا بیشتر مراجعه میکنه یا نمیکنه؟ مراجعین خب ما از هر قش داریم، فرق میکنه. باز نظر در سابق اوضاع مطالعه نسبتا کمرنگ شده. یعنی پیش از امارت اسلامی در زمان جمهوریت میگین که علاقمندای کتاب زیاد بودن، یعنی بیشتر مراجعه میکردن نظر طبقه از طبقه اوناس و از بچه ها اینا. ولی یک چیز واضحه. واضح است، یک چیز واضح است. فعلا یعنی مشتریش ما کم شده؟ خب همین مکاتب که تعطیل شد، دانشگاه ها بیشتر تعطیل شدن، نصف قشر جامعه محروم شده از تحصیل. خود طبعا اولین تاثیرش روی کتاب میگذاره. اولین تاثیرش روی کتاب داره. بله دقیقاً شما درست است. خب فعلا این روزا یعنی کسایی که از پانتون فارغ میشه یا در زمان پانتون است یا بیشتر مراجعه میکنن یا شاگردای مکتب، بخصوص حالی که دختران محروم هستن، یعنی دخترایی که محروم در خانه هستن و بیشتر باید کتاب مطالعه بکنن دیگه. خب این دیگه فرق میکنه. کسایی که دانشگاه میرن، پانتون میرن، اینا چیزای مورد نیاز خدا بیشتر تهیه میکنن و مثلا کتابی که مورد ضرورتشان است، کتاب مطالعه آزاد نیست. و کسایی که مثلا از مکتب باز مانده، از تحصیل باز مانده، اونا بیشتر میخواین خدا با می مطالعه کتاب سرگرم بسازن. ما بیشتر مراجعه کننده ما بیشتر کسایی است که واقعا از تحصیل باز مانده. از تحصیل باز مانده، درست است. خود شما لیسانس دارین، از کدام رشته فارغ شدین؟ ما فقط لیسانس داریم از رشته اداره و مدیریت. اداره و مدیریت. کدام دانشگاه؟ از دانشگاه کاتب. دانشگاه کاتب، درست است. خوب، شما مالک اصلی کتابخانه هستین، درسته؟ خب به چه انگیزه باعث شد که شما یک کتابخانه بزرگی ایجاد کنید؟ انگیزه خو قبلا خودمون واقعا شوق علاقه ما بسیار زیاد بود به کتاب. از او خاطر آهسته این نمایشگاه ایجاد کردیم. آهسته اول که شروع کردین با چی هزینه شروع کردین؟ اول خب طبعا هر کار از صفر شروع میشه. در شروع که ما شروع کردیم کار ما صفر بود دیگه. یک کتاب فروش خود. تنها بودین؟ یک نفر؟ بله. وزن شخصی خود؟ بله. خب دوستای عزیز، همچنان ما بریم به سراغ کسی که در اینجا آمده و کتاب میخره، ببینیم که علاقش به کتاب چه است، با چه انگیزه آمده کتاب بخره. با ما باشید. سلام برادر. سلام. خوب هستین؟ خیر جان جور. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر الحمد خدا. خودت خوب هستی؟ نام چی است؟ نامم علی رضا. علی رضا. چه تخلص میکنی؟ جویان. علی رضا جویان عزیز. محصل کدام رشته هستی؟ دانشگاه خوانده، مکتب هستی؟ فعلا محصل هستم به پانتون کابل، دپارتمنت حقوق علوم سیاسی. دپارتمنت حقوق علوم سیاسی، پانتون کابل. سال چندم است؟ سال دوم. سال دوم. بسیار عالی. خوب، شکر. ما آمدیم اینجا کتابخانه اقرا، کتابخانه بسیار قشنگ و زیبا و همچنان بزرگ است. همچنان شما رو دیدیم که در حال جستجوی یک کتاب هستین. آمدیم سراغ شما رو بگیریم که
شما کدام کتابا رو دوست دارین بخرین یا اصلا علاقمندی زیاد به مطالعه کتاب دارین یا خیر؟ من واقعیت حرف است که خب طبیعتا آدم علاقه به کتابخوانی داره، اما فعلا وضعیت اقتصادی مردم کمی ضعیف است و نمیتونه واقعا کتاب بخره و من امروز اینجا آمدم شوق بسیار زیادی به کتابخوانی دارم، آمدم و سر زدم به کتاب‌های علوم سیاسی. یک از کتاب‌ها هم سازمان‌های بین‌المللی بسیار واقعا علاقه دارم. طبعا هر کس میخواد مطابق همو رشتهشان همو کتابایی که مرتبط با رشتهشان است همو رو مطالعه بکنه. خوب برادر ما هم که حقوق علوم سیاسی میخونه و دنبال همو کتابا هست. خوب بیشتر غیر از کتابایی که مرتبط به رشته تان است کدام کتابا را دوست دارین مطالعه کنین؟ مثلا کتابای رمان، انگیزشی، کدام کتاب‌های غیر از مرتبط به رشته، کتاب‌های رمان هم دوست دارم بخونم و میخوانم. گذشته هم خواندم، یک تعداد بسیار کمی، اما بیشتر به کتاب‌های انگیزشی از رمان که علاقه بیشتر دارم، چون رمان واقعا آدم تصورات رومانی ایجاد مونه برادم. خب بیشتر علاقه از رمان کرده، به کتاب‌های انگیزشی بیشتر علاقه دارم و میخوایم بخوانی. خب امروز هم پانتون هم نرفتی اومدی پشت کتاب؟ واقعیت حرف آره دیگه، همون چیزی معمولیه که خب امتحانام بخیر نزدیک است. تو اینجا پشت کتاب میگردی، باید کتابای مکتب چه دانشگاه رو بخوانی؟ باید کتاب دانشگاه رو بخونم، اما خب علاقه‌مندی شما بیشتر به مطالعه کتاب است. خب از اینجا امروز آمدین حتما یک کتاب همراهتون ببرین یا بخرین. امروز یک کتاب دقیق پشت کدام کتاب آمدین؟ هدفش یک کتاب به نام افسانه کارآزما. افسانه کارآزما حتما کتاب جالبی باشه که دوست عزیز ما آمده پشتش میگردم تا پیدایش کنی. و در اینجا هم کدام روزا اصلا میای اینجا پشت کتابخانه دیگر هم مراجعه میکنی خودت یا نه؟ ما کتابخانه دیگر هم رفتیم، خب بیشتر دیگه کتابخانه بزرگتر است و بیشتر دیگه کتابخانه سر میزنم. اکثر کتاب‌هایی که به دنبالش میگردم در اینجا پیدا میکنم و دیگه قیمت‌های کتابم فعلا دنیای اقتصادی خراب، بسیار گران سر آدم تمام میشه. خب شرایط افغانستان طوری است که اکثر دانشجویا یا کسایی که علاقه‌مند مطالعه کتاب است نمیتونه، یعنی هزینه خریدن کتاب را نداره و اگر نه اینقدر کسایی پیدا میشه که کتاب مطالعه بکنه. خب دیگه دوست مزاحم دوست عزیز ما نمیشم. تشکر داده. خواهش کنم. سلامت باشین. خب زکی جان احمدی، مدیر مسئول کتابخانه زیبای اخره. خب شما در اینجا با وجود که شرایط هم خراب است برای دختر خانوما که در خانه هستن، شما تخفیف هم میتین برای کتابایی که بخرن؟ طبعا یک چیز در اولویت است برای ما و کسایی که مراجعه کنن ما تخفیفشون داریم. تخفیف در نظر دارین. و دیگه چگونه شرایط دارین که شما اگر کسی بخواد از اینجا کتاب ببره برای یک هفته یا کمتر یا بیشتر، چگونه شرایطش؟ در شرایط فعلی ما یک زمینه بخش امانت کتابم مهیا کردیم اینجا. مثلا ما یک مقدار نوچیزی از ضمانت میگیریم که برشون کتاب میدیم برای مردم ببرن بخونن و دوباره پس بیارن. بهترین کار است در شرایط فعلی. تایم از چه وقت تا چه وقت باز است؟ یعنی همه روزه هستن، همه روزه باز است، فقط یک جمعه ها ما تعطیل داریم. جمعه ها تعطیل. شبات تا چه وقت باز است؟ شبات دیگه خب بستگی داره به ساعت کاری ما، هم بیشتر تا 6 شام است. بیشتر تا 6 شام میکنه. خب پیشنهاد شما برای کسایی که کتاب مطالعه میکنه کدام کتاب هست؟ یعنی کدام کتابایی که بیشتر مخاطب داره کدام کتاب هست شما پیشنهاد میکنید؟ کسایی که کتاب میخونه خب کلا هر کس آدرس خود بلد است که باید چی کتاب بخونه چی را نخونه، و او کسایی که تازه به کتاب خواندن رو میارن و بستگی به نحو و شرایط خودش داره که بیشتر انتخابشون چیسته. ما دقیقاً خودمون مستقیم پیشنهاد نمیتونیم که فلانی کتاب شما بخونید، چون که هر کسی یک آدرس مشخص خود داره. خودتون بیشتر کدام کتابا رو مطالعه میکنید؟ خب ما بیشتر راجع به رشته خود بیشتر مطالعه میکنیم کتابای مدیریت و کتابای بخش اقتصاد. تشکر زکی جان احمد از اینی که برای ما وقت دادین. سلامت باشید.